چه غلطی میخوام من بکنم به نظرتون؟ چه کار جالبی هست؟ اومدیم کلش آف کلنز مابای کلش نه ماب بود دیگه. ماب نه مابای کلش آف کلنزه. نیروهای کلش آف کلنز رو با هم قاطی کنیم. فکر کنم رویانم هست توشون. من بعضیشون رو شناختم گفتم چرا نه این ویدیو خفنه بیاییم با هم ریاکت بریم بهشون ببینیم. خیلی قراره بهمون فکر کنم کیف بده. البته اگه به شما هم خوش گذشت و چیز جالبی دیدید حتما ویدیو لایک کنید، کانال دنبال کنید، زنگولش هم بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشت یوتیوب بزنید دیگه. تو ایدا ویدیو گذاشتیه بچه. پروفایل کانالم یادم رفتتون بگم. پروفایل جدید کانال اینه بس بیاد اینجا پروفایل جدید کانال اینه. پروفایلش خیلی خوشتون حتما تو کامنت بگید. همونطور که گفتم اگه میشه لایک کنید ویدیو رو، دنبال کنید کانال رو، زنگولش رو بزنید و یه کامنت مشی هم بذارید تا چون میخوایم بهتره کنیم. تازه داریم شروع میکنیم. کار داره ببین ذره میره جلو. برو بریم سراغ ویدیو. برو بریم. بوم اومدیم ببینیم چی به چیه. برو بریم. چی بودن با هم قاطی شدن؟ وایستا آقا یه انتظار دیده میشناسم اونه که آقا یه نگاه وایسی دو تقریبی شما میشناختید اصلا؟ فکر کنم اسکلت شدم نمیشناختم. اینم برقی و سنگیه. اسمای هیچ کدوم من یادم نمیاد متاسفم. این بربر بود. چی بود آجی؟ سیسو وایس آقا وایس. واو چقدر باحال شده آجی. قبلات دیدی یارو انگار اصلا شمالیایی اینه پگاه با یه چیز دیگه تحصیل چه خفن شد. این یه دون زرستش اسکلت های پشمام آجی. سیسو برم پشمام چه خوشگل میشم بیشتر. پاز میکنم کار بچه ها. شاید اون کسی که ویدیو رو دیده اونجوری برم چسبیده گفتش که شاید چند تا شما حواسم نبوده اون حواسش نبوده و شاید 2 بار یا 3 بار فکر کنم تکرار شده میشه. اینجوریه واقعا معذرت میخوام ازتون. بریم سراغ. خب والکری بوده پکا نو چی بود؟ حالا نه هزینه اجرا برقی بود. یه دقیقه باعث اجرا رد و برقی با اون خوفنفی کوچولوش بود. بعد چی پشون چه خفن شده. اوه دیگه رو باید بیاره نشون چقدر هینا خوشتون اومد مثلا چیزی بگم بهتون. مثلا میگید آقا ترکیب این نیرو با این یکی نیرو خفن شد بنویسید. اگه هر کدوم خوشتون اومد بگید. منم میخوام انتخاب کنم. من یه دونه هنوز نمیدونم من کدوم رو باید انتخاب کنم ولی اگه شما دیدید بگید. مرسی. اینو
من اینو نه بایستی شاید بهتر باشه. چه خفن بود. چه باحال شد پشما. بابا اون قاچی نه بابا این چیه؟ اوه این چه باحال شد حاجی. این دوتا بخورم من بزنی پشمام این چه خفن شد حاجی. اسکلت با این چی میشه؟ حاجی اسکلت نشد که این بطور چیکاست. حاجی من اینو انتخاب میکنم بابا. اینو نه اون همونی که تبدیل شد و من انتخاب حاجی خدا وکیلی خفنن همشون. اصلا من اون انتخاب کردم چون خیلی خفن بود. اینا رو پشمام قشنگ دارم اینو من انتخاب میکنم حاجی. اینه پشمام اونو من انتخاب نمیکنم. خب بعدی بالکری با این چیزه سیسو برم پشمام. خیلی خفنن. بیل شد گنده باید شد. گنده نشده این دوتا چی میشن؟ این پگا فکر کن باشه تو کلش. یه دقیقه وایسا باشم. این پگا فکر کن باشه تو کلش. خیلی خفن میشه حاجی. یه دقیقه وایسا. بچه‌ها از نظرتون بگید کدوم از اینا هم خفن تره که بگید. خب بعد تو که میگید خفن تر شد بگید کدوم کلش آف کلش مثلا یا کلن کلاش رو یا کلن دارم میگم دیگه کلش بیاره تو این کدوم رو بیشتر تو استایل باشن ترکیب اینو بیارن تو کلش آف کلن. خیلی خوب میشه حاجی. نگاه کن اصلا سیس گنگ بوم مثلا بزنیم باره اینو آخریشو بچه فکر کن. نه این آخریشو بچه تمام شد. وایسی تمام شد. وای 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 وای. مرسی که ویدیو رو دیدید. واقعا دمتون گرم. تا ویدیو بعد همینجور شاد و پرشو خفن بمونید تو ادو.